در رفتار درمانی کودکان یکی از روش‌هایی که ما به کار میبریم نقش درمانی هستش که به کودک نقشی رو میدیم که خودشون مشکل رو داره. یکی از نمونه‌هاش رو واسهتون به اجرا میذاریم. ببینید. سلام خانم، خوب هستین؟ بله. من تو خونه گاهی دروغ میگم، بعد مامانم رو اذیت میکنم. مامانم که از سر کار میاد من مامانم رو نمیذارم بخوابه، استراحت کنه و اینکه همش جیغ میزنم، گاهی دروغ میگم، گاهی خواهرم رو اذیت میکنم، اجازه نمیدم که برای خواهرم چیزی بخرن، همش میگم فقط واسه من بخر. نظر شما چیه؟ من چه کار کنم؟ این کارتون میشه بعد یک، شما دروغ به مامانتون میگی، این کار بدیه. شما باید هر کاری کنید به جز مثلا کار بدیه. شما باید اون راستش رو بگید. مثلا به اجازه مثلا یه چیزی میشکنین یا دست میبرین، شما باید به مامانتون بگی یا به باباتون بگی یا به بزرگتراتون بگین. شما اگه این دروغ بگین اونم میرن چه بچه دروغگویی. بعدشم دومی تو کار بعد میکنی، مامان شب کاریه میره کار میکنه، صبح میاد خونه، تو نمیذاری بخوابه، درسته؟ به این کارت میگن نمیذاری مامانت بخوابه. برای همین موقعی که اون استراحت نکنه نمیتونه شبا خوب کار کنه. بعدش اینه که تو باید بذاری اون استراحت کنه، کاملا بتونه استراحت کنه که شب میره کار کنه، خوب کار کنه. من خبرها رو این برای اون بر میبرم. به نظرتون با چه کار کنم؟ از تو خونم و هر اتفاقی میفته برم به مثلا میگم مثلا تو این کارات یعنی اینکه تو داری یه کار میکنی، یعنی چیزایی که مامانت به از تو خونه میگن تو میری به کوچه همه خبر میدی. این کار بدی. موقع مامانت یه چیزی بهت میگه تو باید نری به کسی بگی. فهمیدی؟ بله. شما یک سوال دیگه هم داشت. شما موقعی که بگی مال برای من بخری به این میگن به خواهرت، یعنی داری حسودی میکنی. آها مرسی. یعنی کار اشتباهیه به نظر شما؟ بله. شما باید دختر خوبی باشه، بذاری مامانتون بخوابه بگیم برای آجیم بخر، برای منم بخر. نه فقط برای من بخر. بعدش باید اینجا من براتون چیزای اینجا نوشتم نکنید. چند تا بچه های دیگه هم اینجوری مشکل آوردن. خب اومدن پیش من مشکلشون حل کردم. مرسی، خیلی ممنون از راهنماییتون.